بارشات امسال حاصل پیاز را در جیهون کم کرده است. کشاورزان میگویند صفت آن خوب نیست، خریدار ندارند. پیاز امسال ای باد هوا ای مقصد می سبب میسوگیم کسلی ها مقصد خوب نشید. کشاورزانی که مثل قابل دودرجانوف ضرر دیدن زیادند. آنها پیازشان را در سر زمین 1 سامانی و 20 درم نرخ ماندند. در بازارها باشد نرخ آن تا 3 سامانی افزوده است. این پیاز آخه بیزنسمن تو چو بلند میکنه، ما نمیکنیم. ما این سر زمین 3 روزی 4 روزی ما یگان کسی نمیکنه. اینجا مقصد به تیمر نکی ما امیرا خچو میسوگین ای ما یک 20 تا یک نیمه تا یک 60 میگیرن. نگی در بزرگ میبرن 3 میفروشنش میسوگین. با وجود گرانی و کمچینی پیاز، حاصل کشاورزان به خریدار در زمین خوابیده است. با کمچینی پیاز برای پولن بسیار شوندادن نرخ ارزان بود. حسابی همو بعد کسل شد. از شما پیاز چندی میگیرید و در بازار چندی میفروشه؟ یا سومون 20 درم میگیریم، یا سومون 40 درم، یا سومون 45 درم میفروشیم. مهراج‌الدین پیاز را به شهر باختر میبرد که در آنجا به دست تاجری دیگر افتاده به زمین نرخ جدید به دست سوم میرود. حکیم تجارت چی میکنن آخه؟ سوداگر و خرید فروشو اینجا میگیرن دست میگیرن برای بازار 3 سوم 3.5 سوم فروخته است. حاکم غیب‌اللهیف کشاورز از جیهون به حاصل امسال خوشبین است. حاصل شکلی که 100% 35 تن 40 تن اگه گذاشت داده است پیاز. سال گذشته پیاز در همین زمین مونده بود. نرفت. این کشاورز با تجربه سبب گران شدن پیاز را در حاصل کم و بی‌صفت نمی‌داند. نمی طرف ازبکستان هوشید راه گرانسو هوشیدن امی خوب شد پیاز. رفت. سین روسیه رفت و پرنا نرفت. یگان گرم پیاز نرفت پرنا. امسال کشاورزان ختلان از پارسال 124 گکتار زیاد پیاز کشتند و میدانهای کشت تا 9124 گکتار افزوده است. مقامات گفتند پیاز امسال دیر رسید و باعث کمچینی آن در بازار شده است.